برداشت از نمایش اثرهای رسام سبزعلی مرادزاده شریف بخشیده به جشن 70 سالگی نویسنده سیف رحیمزاده افردی. جهان سراسر همه رنگ و نقش و نشانه است که از برون به درون راه می‌یابد و وجود آدمی را در برابر تحریک و تغییر برمی‌انگیزند. پس در شکل یادها، رؤیاها، خواه و ناخواه، گاه و ناگاه، آگاه و ناآگاه از خود درک می‌دهند. در این حال گاه شادی به ارمغان می‌آورد و گاه غم. بیشک یک غمی که ماندگار و در آن جلوه‌های روزگار است. این رنگ‌هایی که در وجود یک ایجادکار است به نظر اسیرند و گویا می‌میرند، در اصل آزادند و هرگز نمی‌میرند. عمر طولانی یعنی زیاد می‌یابند وقتی از راه اندیشه‌ها و خیال‌ها می‌گذرند و به وسیله قلم و قلم روی کاغذ روی متاع می‌آیند. این بار هم که نمایش اثرهای رسام سبزعلی مرادزاده شریف، رسام خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، در دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان به خاطر گرامی داشت نویسنده معروف و مرحوم سیف رحیمزاده افردی برگزار گردید، این حقیقت را در خود ثابت ساخت. اگرچه در این خصوص کمی کم اشاره شد، اما اثرهای رسام با نقش‌ها و رنگ‌ها همه را بلکه بیشتر از آن را اظهار می‌داشت. من به رنگ‌ها و نقش‌ها که می‌نگریستم از ذهنم می‌گذشت اندوهی خیال آلود و یا خیالی اندوه‌آلود. رنگ‌ها و نقش‌های بیرونی در وجود این ایجادکار ناتکرار و چیره‌دست صد معنا و شکل دیگر گرفتند. آنها در دنیای دیگری، دنیای خیال و اندیشه و رویاها به نوع پرورش می‌یافتند. ما به رنگ‌های اثرهای او باید از همین دنیا بنگریم. آره، گویا تاریکند، ولی این تاریکی ظاهری است. این نقش‌ها و رنگ‌ها از بیننده آگاهی را خواستارند. به یک اثر نمی‌توان در ساعت آشنا شد و به عمق هر معنی، رنگ، اندیشه، خیال، اندوه، شکوه، شادی رسید. اثر رسام را باید از هر جانب بنگری، نه از 4 جانب یا 6 جانبی معمولی. سبزعلی مرادزاده شریف، رسام، این یک رسم را نه به 1 ساعت دیده و اندیشیده و کشیده است، اما نباید طلب را، کوشش را از دست بدهیم و ناامیدانه برگردیم و به دروغ بگوییم که اثرهای او را فهمیدیم، درک کردیم، عالی بودند. جاده یعنی راه 100 ساله را به آه گاهی میتوان طی کرد. راه بردن به دنیای ایجادکار چون سبزعلی مرادزاده شریف به یقین آسان نیست، دشوار است. درک نکردن حتی یک خط، ندیدن یک رنگ نیز در اثر تمام سعی کس را برهم میزند و پیش راه را میبندد. در اثرهایی که به نمایش گذاشته شده بودند، نه یک جهان بلکه 2 جهان ایجادکاری که در اندیشه و خیال با هم نزدیکی داشتند و دارند موجود بود، در جهان متفاوت از جهان دیگران. در این صورت البته بیننده آگاهتر، کاملتر باید باشد به 2 دنیای ایجادکار. اگر راه بردن مشکل است، به دنیای یک شده از 2 یا خود آمیخته مشکلتر می باشد. اگر نفری بگوید چنان که برخی میگویند فهم اثرهای نویسنده سیف رحیمزاده افردی دشوار است، به یقین نمیتواند اثرهای رسام سبزعلی مرادزاده شریف را هم بفهمد. زبان رمزها، رنگها، نقشها به واژه‌ها راه نمییابند. آره، آنچنان که ماهیان را بحر نگذارد برون، همچنان خاکیان را نگذارد درون. اما مهم دیدن است، شنیدن. سبزعلی مرادزاده شریف این بار مهرنامه خود را نسبت به دوست و نویسنده زنده یاد سیف رحیمزاده افردی در اختیار هواداران خود و این ایجادکار اصیل گذاشته است.